عاشق وقتی که به یه عشقی میرسه دیگه به خودش ظلم میکنه، یعنی بارهای رو دوشش میذاره که از توانش بالاتره، اما چون رضایت محبوب مد نظرشه حاضر همین بارا رو دوشش بده. بابایی بود میگه چند تا بچه داشت، تو این بچه‌ها یکی رو بیشتر دوست داشت، بچه‌های دیگه حسادت میکردن که چرا با این همه بابا توجه داره به ما نداره. یه روز یه فیلی بود اونجا، بچه‌هاشو صدا کرد، بعد خطاب به این 4 تا 5 تا بچه‌اش گفت که برید اون فیل رو بلند کنید، هر کس بلند بکنه یه جایزه خوبی پیش من داره. یکی گفت بابا این فیل این مانچ تو میخوایم بلندش بکنیم؟ گفت همین میکنی بکن، نمیکنی دیگه بهانه ندارش. به دومی، به سومی، به چهارمی نهایتا اون بچه‌ای که یه بچه بهتری بود و بابا بهش بیشتر توجه میکرد گفت بابا شتر رو بلند کن. رفت زیر شتر، شروع کرد زور زدن، زور میزد. بعد این بچه‌های دیگه شروع کردن بهش بخندیدن. بعد بابا گفت بس همین بیاری، مگه تو میتونی فیل بلند کنی؟ گفت نه. گفت چرا این کار کردی؟ گفت میخوام به تو نشون بدم که تو رو دوست دارم، امر تو رو دوست دارم، ولی این از توان من بالاتره. من همونو میخوام بهت نشون بدم، اونی که در وسع منه، اونی که در توان منه، میخوام بهت نشون بدم که امر تو اطاعت کردم ولی از توانم خارج شد. نمیخوام حکمت زمین